شوهرم کاری کرد که من با چهره واقعی اون روبرو شدم و تصمیم گرفتم برای تلافی کاری کنم که اون. دوستان عزیزم سلام، بهنوش هستم، راوی داستان‌های زندگی شما. ممنونم که همراه ما هستید و اگر داستان‌های ما رو دوست دارید خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. اسم من سوفیاست. توی خانواده معمولی و آروم بزرگ شدم. دوران کودکی و نوجوانیمو گذروندم و وقتی رفتم دانشگاه عاشق یه پسر شدم و بعد کلی دردسر با پسر مورد علاقم ازدواج کردم. ما همدیگر رو خیلی دوست داشتیم و سالهای اول زندگیمون خیلی خوب بود. اما چند سالی که گذشت کمبود بچه رو خیلی تو زندگیمون حس می کردیم. کم کم متوجه شدیم که برای بچه دار شدن مشکل داریم و به هم می گفتیم عشقمون برای زندگیمون کافی و بچه می خوایم چی کار. در واقع داشتیم خودمون رو گول می زدیم. هم من هم سعید عاشق بچه بودیم و هر دومون دوست داشتیم که تو زندگیمون بچه داشته باشیم. تا اینکه یه روز سعید نشست رو بروم و گفت اگه مشکل از من باشه تو چی کار میکنی سوفیا؟ من بدون اینکه فکر کنم برای اینکه ناراحت نشه گفتم من برام مهم نیست و به خاطر تو حاضرم دور همه چی رو خط بکشم سعید. سعیدم انگار که خیالش راحت شده بود یه نفس راحت کشید و از روی مبل بلند شد و راه افتاد. گفتم سعید تو چی؟ اگه همچین مشکلی از من باشه تو چی کار میکنی؟ برگشت و توی چشام زل زد و گفت تو به عشق من شک داری؟ من وجود تو رو با هیچی عوض نمی کنم. یه لبخند زدم و خیالم راحت شد و مطمئن شدم که اونم هنوز منو دوست داره. گفتم پس اگه اینطوریه فردا بریم آزمایشگاه و یه آزمایش بدیم. فرداشم رفتیم و نمیدونم چرا ولی من دلم مثل سیر و سرکه می جوشید. همش می گفتم اگه مشکل از من باشه چی؟ طبق قرارمون صبح رفتیم آزمایشگاه و هم من هم اون با هم آزمایش دادیم. بهمون گفتن که جوابات یه هفته دیگه حاضر میشه. اون یه هفته واسمون مثل 100 سال طول کشید. اضطرابو میشد خیلی راحت تو چهره هر دوتامون دید. با این حال به هم اطمینان میدادیم که جواب آزمایش برای هیچ کدوممون مهم نیست. بالاخره اون روز رسید. سعید سر کار رفت و من باید خودم میرفتم و جواب آزمایشم رو میگرفتم. دلشوره و استرس داشت منو خفه میکرد. رفتم جوابو گرفتم و اومدم. سعید که رسید خونه خیلی خسته بود. اولین چیزی که ازم سوال کرد این بود که جوابو گرفتی؟ تا اینو گفت زدم زیر گریه. انگار که فهمید مشکل از منه و چهرش تغییر کرد. نفهمیدم تغییرش برای ناراحتی بود یا خوشحالی، اما صورتش لبخند داشت و سعی میکرد منو آروم کنه. روزها میگذشت و سعید روز به روز نسبت به من سردتر و سردتر میشد. یه روز دیگه تحمل نکردم و ازش پرسیدم تو چته سعید؟ چرا رفتارت انقدر عوض شده و با من بد رفتاری میکنی؟ سعیدم بدون اینکه مثل قبل ملاحظه منو بکنه گفت من بچه دوست دارم، دلم میخواد بچه دار بشم. مگه گناه من چیه که بخوام یک عمر بدون بچه توی خونه سر کنم؟ دهنم خوش شده بود و چشام پر از اشک بود. گفتم اما تو خودت گفتی منو همه جور دوست داری و به خاطر من حاضری قید بچه رو بزنی. پس حالا چی شده که اینا رو میگی؟ گفت آره گفتم اما اشتباه کردم. الانم میبینم نمیتونم و نمیکشم. برام خیلی سخته. میفهمی سوفیا؟ من نمیتونم اینطوری زندگی کنم. منم نخواستم بحث و ادامه بدم و رفتم توی اتاقم و یک دل سیر گریه کردم. من و سعید دیگه با هم حرفی نمی زدیم تا اینکه سعید احضاریه‌ای برام آورد و گفت میخوام که جدا بشم. گفت اگه یه زن دیگه بگیرم نمیتونم خرج دوتاتون رو با هم بدم. پس بهتره تو واسه خودت باشی و منم واسه خودم. دلم خیلی شکست. نمیتونستم باور کنم کسی که یک عمر عاشقش بودم و به حرفاش اعتماد کرده بودم حالا به همه چی پشت پا زده. دیگه طاقت نیاوردم و وسایلم رو جمع کردم و برگه آزمایش رو از کیفم در آوردم و روش نامه‌ای گذاشتم. نوشتم که سعید جان سلام، امیدوارم که پای حرفت بمونی و منو طلاق بدی، چون اگه این کارو نکنی من خودم ازت جدا میشم. میدونی که میتونم و دادگاه این حقو بهم میده که از مردی که بچه دار نمیشه جدا بشم.
وقتی جواب آزمایشو گرفتم و دیدم مشکل از توه، باور کن انقدر برام بی اهمیت بود که حتی حاضر نبودم غرورتو بشکن و بفهمی و حاضر بودم بگم مشکل از منه که تو یه وقت ناراحت نباشی و دلم میخواست برگر رو همونجا پاره کنم. اما نمیدونم چرا این کارو نکردم. شاید فقط به خاطر اینکه خواستم یک بار دیگه عشقتو بهم ثابت کنی و بهم ثابت کنی که همه جوره کنارمی. ولی متاسفم و توی دادگاه منتظرتم سعید جان. اینا رو براش نوشتم و گفتم که بدونه اونی که بچه دار نمیشد اون بود، اونی که مشکل داشت اون بود، ولی من همه جوره پاش وایسادم و اون نتونست عشقشو به من ثابت کنه.